سفارت تاجیکستان در روسیه خبر داد که تنها در بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی واقع در دهه سخاروه در کنار شهر مسکو 136 شهروند تاجیک در انتظار اخراج به تاجیکستان قرار داشتند. روز 22 دکامبر در جریان بازدید کنسول سفارت تاجیکستان از این بازداشتگاه معلوم شده است. سفارت تاجیکستان در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد که کنسول در جریان این بازدید با حالت نگهداری شهروندان جمهوری تاجیکستان در آن مؤسسه شناس گردیده با رهبر بازداشتگاه الکسی لاگودا مسائل حجتگزاری و زودتر به تاجیکستان فرستادن شهروندان موقتا بازداشت گردیده مورد بررسی قرار داده است. همچنین کارمندان سفارت با شهروندان بازداشت گردیده جمهوری تاجیکستان ملاقات انجام داده به سوال و درخواست‌های آنها پاسخ‌های مشخص و مصلحت‌های حقوقی دادند. به شهروندان دایر به طلبات قانون‌های عملکننده فدراسیای روسیه در سمت مهاجرت جهت در آینده تکرار نشدن قانون ویرانکنی‌ها وابسته به بود و باش در قلمرو روسیه معلومات و توصیه‌های ضروری داده شد. در هفته آخری معلوم گردید که عین حال در بازداشتگاه 136 شهروند جمهوری تاجیکستان قرار دارند که از آنها به 133 نفرشان از جانب نمایندگان دیپلماتی شهادتنامه بازگشت به جمهوری تاجیکستان به طور رایگان تهیه گردید. گفته می شود در اطلاعیه سفارت کارمندان سفارت ضمن بازدید به شهروندان تاجیکستان یک مقدار مواد غذایی، لباس و دیگر محصولات مورد نیاز نیز تقدیم کردند. بنا به خبرها بعد آنکه دادگاه منطقه‌ای استانکین شهر مسکو حکم اخراج رزمنده شناخته زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان چهارشنبه را صادر کرد، او را هم در بازداشتگاه سخاروه جای کردند. اما در این باره که آیا کنسول یا کارمندان سفارت تاجیکستان ضمن بازدیدشان از این مؤسسه با چهارشنبه نیز ملاقات کردند یا نه در اطلاعیه سفارت چیزی گفته نمی شود.